ویدیوی 2025. سلام علیکم، امیدوارم حالتون عالی باشه بچه‌ها. این اولین ویدیو کیندی مونه و قراره کیندی باز کنیم داخل این کانال فقط و قرار بهتون بگم چه اتفاقی قراره بیفته و میخوام چیکار کنیم چیکار نکنیم. قرار کیندی باز کنیم. اگه خواستین شما داخل کامنت ها بهم میگین چه چالشایی با کیندی برگزار کنیم، یعنی بذاریم و بعد کلی قرار کیندی چمس کیندی باز کنیم و حال کنیم. کداشون هم براتون میذارم بچه ها داخل همین ویدیو و می نویسم پایینش تا شما هم بتونین حالشو ببرین. و آره دیگه، فقط حمایت فراموش نشه، لایک کامنت بچه ها فراموش نشه تا زودتر برسیم به بالاها و خانواده کیندی بازمون بزرگتر شه. دمتون گرم، عشق منین. بریم سراغ ویدیو. خب بچه من باز میکنم و بهتون نشون میدم که چی هست داخلش و با هم دیگه ببینیم. خب بریم سراغ اولی، باز کنیم ببینیم چی در میاد ازش. خب بچه دوربین خراب میشه و باز شد بچه ها و صبر کنید تا باز کنم قشنگ. لحظه. اوکی. خب ما بچه ها فیگورشو فعلا نمیخوام، اکشن فیگورشو فعلا نمیخوام، مینی منظور مینی. خب اینجا افتاد زد چرا؟ اوکی شد بچه، اوکی شد. حالا میریم برای نشون دادنش. دوربین رو میچرخونیم اینجوری تا ببینیم. ویدیو اول کانال رو آوردیم تو یه جوری سرسبز رو ببینیم. خب بچه کیندی رو باز کردم و شد این و حالا یکی یکی میبینیم. من هنوز ندیدم، میخواستم با هم دیگه ببینیم. خب یکی یکی میبینیم داخلش چی و چی. خب چرت و پرته. خب میریم بعدی. کارت از بارسلونا. خب بچه کی هست؟ کیه؟ گندوقان. بچه گندوقان رو به دست آوردیم. کدش هم اگه خواستیم براتون خواهم گذاشت. دقیقا همینجا الان میاد پایین. آره بچه سرصدام یکم زیاده اینجا، نمیدونم میشنوین یا نه ولی ببخشید. و خلاصه بچه گندوقان در تیم بارسلونا ولی الان فکر کنم رفته سیتی دوباره و آلمان و اوورال 82. و آره دیگه بچه ها این بود رمزش هم که گفتم براتون میذارم. بریم برای ببینیم بعدی چی داره. صبر کنیم. خب بچه ها بهمون کارت کلاب داد و اینجا ورزشگاه آزادیه. ورزشگاه آزادی بچه کلاب واقعا خوبه. برای اینکه کم میده داخل کیندیا و من الان گرفتم و این هم کدش رو خواهم گذاشت براتون. آره اینجا آره نمیدونم ورزشگاه کجاه ولی میگم ورزشگاه اینجا هست. بریم بعدی. برچسب هاکان رو بهمون میده اینجاست دقیقا. بله و بعدی با اورال 80 خوبه اوکی. بعدی هم آقای دیوید ایشون رو بهمون داد. آره بچه با اوورال 89 خوبه. 89 هم خوبه ولی زیاد برچسب مهم نیست اینجور که باید. اینم که میدونین دیگه ایشونه برچسب همون گندوقانه. خب بریم برای کیندی بعدی ببینیم داخلش چیه. خب و حالا باز شد دوباره اینو میبینیم درد نمیخوره. میریم سراغ النصر. بچه این کارت النصره و فکر کنم کریستیانو رونالدو باشه و بریم ببینیم کریستیانو رونالدو با امضا کریستیانو رونالدو رو بچه به دست آوردیم. این کارت خیلی خفنه، من دوستش دارم، کارت خوبی بود. ایول گذاشتم پایین گذاشت. آره از پرتغال، از النصر، از لیگ عربستان بچه و اوورال 98. ای کاش که کارت خوب بهتری هم بهمون بده ولی عالی بود، از این خوشم اومد و حال کردم باش. بچه این کیه؟ یه هلندی رو داریم میبینیم، یکی از کارت هم افتاد. خب اینجا رو ببینیم بچه روبن ایشون توی بایر مونیخ و از تیم هلند و اوورال 91. خب
بعد نبود میشه قبول کرد ایشون هم برچسب بشه. دو تا برچسب داریم بچه ها. آخه من نمیدونم، کدوم اسکولی این دوتا شخمی ها رو به هم داد. بچه آلونسو دو تا کیمدی بعدی بچه. خب مثل همیشه چرت و پرت، چیز خاصی نداره. بعدی بچه از بارسلونا لواندوسکی رو بهمون داد با اوورال 88 لهستان و بارسلونا. کدش هم بچه اگه خواستین براتون خواهم گذاشت. اینجا لواندوسکی. آقا لواندوسکی رو گرفتیم، عالی. تا اینجا خوب بوده بچه. بریم سراغ بعدی. بچه ها کارت پرایم بهمون داد. خب کارت پرایم بچه مارسلو رو بچه ها به دست آوردیم. مارسلو این عالیه برای ما. تو تیم روال بوده بچه ها با اورال 96 اهل برزیل. و ایشون بچه ها یه موپشمالویه که الان گرفتیمش و خدا رو شکر عالی بود. این عالی بود، من دوست دارم، خوشم اومد. وای خب اینجا هم که برچسب لوا رو میبینیم. این لوای دادش گل. بریم سراغ این دوتا برچسب خوشگل. آقای ولاهویک و سربستان فکر کنم، نمیدونم اهل کجایه، توی یوونتوسه با اوورال 83. البته کارت بیشتر برام مهمه، بازم میگم بچه حمایت یادتون نره، چون ازم حمایت کنید سریعتر میریم والا و کیمدی بیشتری میذاریم داخل این کانال. خب بچه کارت بعدی آقای آراوخو، بازم همون آراوخو بارسلونا و اروگوئه. در اروگوئه بزرگ شده بچه. خب اینم از کیمدی آخر رو بچه باز میکنیم. کیمدی های این دفعه واقعا کم بود، ولی اگه این ویدیو به 50-60 تا لایک برسه، کامنت ها رو بترکونین و بچه دنبالم بکنید تا کانال زودتر رشد کنه، بعدش ما براتون کیمدی بیشتری خواهم گرفت. کیمدی آخرمون بچه ها خدا کنه بهتر باشه، عالی باشه، یعنی منظور. بازم این شخمی بعدش ادامه میدیم. بچه فوش شنیدین دیگه نگین چرا. من بچه واقعا خوشم اومد، کارت تکراری نداشتیم، این مهمه. اینجا موسیالا، جمال موسیالا بچه. خب از آلمان بچه و آلمان بود، کجای آلمان دیگه، آره بایر مونیخ و اوورال 82. و اگه دوست داشتین اینجا الان میاد رمزشو و میتونید بزنید حال کنید. خب کد منظور الان میاد کدش، اینجا میتونید بزنید و حال کنید. خب بچه بعدی بچه کرسپو، نمیدونم چی، هرنانشو بچه میدونم، ایشون اهل اینتر و اهل آرژانتین با اوورال 89. حالیه بچه، اینم اوکیه. بریم سراغ برچسبا و ویدیو رو به پایان برسونیم. بچه اینجا تونالی رو داریم، برچسب تونالی و برچسب صبر کنید. خب برچسب کانتونا همچین چیزی بچه، ایشونه توی منچستر، توی اهل فرانسه است. و بعد برچسب موسیالا رو داریم. و آره بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد و حمایت زیاد شد و خفن بود، یعنی اگه خفن بود داخل کامنت ها برام بگین، خفن ترش رو براتون خواهم ساخت و نشد این ویدیو درست حسابی باشه. و بچه لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره و دنبال کردنم یادتون نره. عشق منید تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.